اگه بهت بگم فقط توی 30 روز میتونی مغزت رو طوری برنامه‌ریزی کنی که خودش برات موفقیت، آرامش و حتی ثروت جذب کنه باورت میشه؟ نه این جادو نیست. نه تلقین بیفایده است. این همون قدرتیه که سالهاست درون تو بوده ولی تا حالا اشتباه ازش استفاده میکردی. امروز قراره با هم قوی ترین تکنیک فعالسازی ضمیر ناخودآگاه در 30 روز رو یاد بگیریم. روشی که اگه درست انجامش بدی میتونی زندگی تو از ریشه تغییر بدی. راستش من یه زمانی هر روز هدفامو می نوشتم. جمله های مثبت می گفتم اما حس می کردم هیچ اتفاق خاصی نمیافته. تا اینکه یه روز یه استادی جمله‌ای بهم گفت که مسیر زندگی من رو عوض کرد. گفت ضمیر ناخودآگاه فقط چیزی رو باور میکنه که تکرار بشه. اونم با احساس واقعی. اونجا بود که فهمیدم مشکل من نداشتن احساس بوده، نه تمرین نکردن. از همون روز یه تمرین 30 روزه رو شروع کردم و فقط بعد از 3 هفته دیدم رفتارم عوض شده. حرف زدنم، اعتماد به نفسم، حتی آدمایی که جذبم میشن متفاوت بودن. بذار یه چیز جالب بهت بگم. حدود 95% از تصمیمای روزانت رو ضمیر ناخودآگاهت میگیره. یعنی تو فکر میکنی داری انتخاب میکنی. در واقع اون برنامه ذهنی که از کودکی توی ذهنت نوشته شده داره تصمیم میگیره. حالا اگه اون برنامه رو عوض کنی چی؟ دقیقاً کل مسیر زندگیت عوض میشه. پس بریم سراغ این که چطور در 30 روز میتونیم این برنامه رو بازنویسی کنیم. اسم این روش بازنویسی ناخودآگاه با تکرار احساسیه. ساده است اما قدرتمنده. مرحله اول، یه جمله برنامه ساز بنویس. نه یه جمله خشک، یه جمله‌ای که واقعاً بهت حس خوب میده. مثلا بگو من هر روز با آرامش و اعتماد به نفس در مسیر موفقیتم. مرحله دوم، هر شب قبل از خواب با چشمان بسته 3 بار این جمله رو با احساس واقعی تکرار کن. تصور کن الان داری اون زندگی رو تجربه میکنی. ببینش، حسش کن. صدای خودتو بشنو که توی اون شرایط داری حرف میزنی. نکته مهم، احساس سوخت ضمیر ناخودآگاهه. هرچی احساست واقعی‌تر باشه، ذهن سریع‌تر برنامه جدید رو میپذیره. مرحله سوم، در طول روز هر وقت فکر منفی یا شک اومد، فقط لبخند بزن و یادت بیاد که برنامه جدیدت فعاله. لازم نیست بجنگی، فقط یادآوری کن که من دارم بازنویسی میشم. چون ضمیر ناخودآگاه فرق بین واقعیت و تخیل رو متوجه نمیشه. وقتی بارها یه حس رو تجربه کنی براش واقعی میشه. یه مثال جالب بگم بهت. یکی از شاگردام همیشه از صحبت کردن در جمع میترسید. بهش گفتم فقط این جمله رو 30 شب تکرار کن. من با آرامش و اطمینان جلوی جمع صحبت میکنم. هفته سوم بود که گفت ناخودآگاه وسط جلسه شرکت دستمو بلند کردم و حرف زدم. تازه بعدش فهمیدم ترسی نداشتم. این یعنی ذهنش واقعیت جدیدی رو پذیرفته بود. خودآگاه باور کنه تو دیگه مجبور نیستی با زور آگاهانه تغییر کنی. خودش مسیر رو برات میسازه. حالا یه سوال ازت دارم. اگه قرار باشه از فردا این تمرین رو شروع کنی، دوست داری روی کدوم بخش از ذهنت کار کنی؟ برام توی کامنت بنویس چون قراره ویدیوهای بعدی همین مسیر 30 روزه رو با هم بسازیم. میخوام بدونم از کجا شروع کنیم. قبل از اینکه این ویدیو تموم بشه یه چیز جالب بهت بگم. وقتی این تمرین رو ادامه بدی یه روز خاص میرسه. معمولا بین روز 28م تا 30م که یه اتفاق خیلی خاص و جذاب میفته. ممکنه یه نفر بهت بگه تو عوض شدی یا خودت حس کنی یه نیروی درونی تو رو به سمت خواسته‌هات میکشه. اون لحظه همون لحظه‌ایه که ضمیر ناخودآگاهت باهات هماهنگ میشه. توی ویدیو بعدی دقیقاً میخوام درباره اون نشونه صحبت کنم. هممون توی زندگیمون منتظرش هستیم. پس یادت نره از امشب شروع کنی چون 30 روز بعد شاید خودتو نشناسی.